سلام با همتون، میلاد بارانم. خیلی خوش اومدین به کانال میلیپو. سلام زیاد، امیرم پولپو، مهمون ویژه این قسمت. به به به. خوش اومدم، دیشب اومدم، خیلی خوش اومدم. خیلی خوش اومدم. پاشه عزیزو داریم اینجا. خوش اومدی پاشا. چاکرم. دیگه پاشه نیاز به معرفی نداره دیگه، برای بچه یوتیوب همه میشناسن دیگه. آره دیگه. چقدر سخته من با اینجوری نگاه کنم. راحت باش، تو ما رو نگاه کن. خب بعد من تو ادیت در میام چشات اونوری بود. ما هم تو رو نگاه میکنیم، دوربین زیاد مهم نیست. ببینم میخواین اذیت کنین یا نرماله؟ نه، کامبیز اذیت کردیم. آره. پس تو رو خیلی اذیت. آقا من یه چیزی اول اینجا بگم، یه چیزی بگم. من دیروز با کامبیز هماهنگ کردم، گفتم هر چی از من بپرسن چی یا کامبیز میگم چی. عالی. سر یه داستانی باش دیل کردم که من هر چی گفتم دیگه یه شرط بیرونی بستنی. نه شرط نی. کامبیز زنگ زد به ما این موضوع رو گفت، ما سوالا رو یه جوری چیدیم که اصلا کامبیز یا فلان نداریم. خیلی هستمت. بس برو بریم. تو اصلا چی شد اومدی توی فضای مجازی و نمیدونم یوتیوب و اینا؟ چون بک‌گراندت فکر کنم مثلا فیلم کوتاه و این قضیه بود. یه توضیح راجع به این قضیه بده. ببین اصلا چقدر اینجوری شروع کرد که از اون وسط یه دونه چاقو بزنه تو حالم. فهمیده مثلا که برنامه رو. آره بلدم. ببین اولش من ایران که بودم رفتم کلاسای مثلا فیلم، قبل تر از اون که اصلا بیزنس میخوندم، مثلا هیچ ربطی اصلا به دوربین نداشت. آره. بعد رفتم ایران، رفتم کلاسای فیلمسازی و فیلم کوتاه ساختیم و فیلم‌های کوتاه مثلا آیتمی خودم درست می‌کردم و بعد دیگه فیلم حرفه‌ای‌تر رفتیم ساختیم و بعد یه دوره بود من تمام دوستام یا بازیگر تئاتر بودن یا نویسنده بودن یا کارگردان بودن، این شکلی بودن. بعد خیلی باحال بود، مثلا هر هفته من روزی 3 تا تئاتر می‌رفتم می‌دیدم و اینا. بعد یه دونه مسافرت اومدم استانبول، کامبیز هم من میشناختم دورا دور. بعد کامبیز به من گفتش که بعد من یه سری کارا جدا می‌کردم تو اینستاگرام، مثلا یه پیج داشتم پله، اون توی یه سری چالنجا می‌ذاشتم و یه سری دیوونه بازیای اون شکلی داشتیم. بعد کامبیز به من گفت آقا استانبول باحاله واسه کارایی که واسه دیوونه بازی تو بیا استانبول. ببین وحیدینام اومدن. ببین ندا داره میترکونه. نصف توه ولی داره. بعد نه ولی واقعا باهاش صحبت کردم، گفت بیا اینجا باحاله و اینا. بعد من دیدم اون داره اصلا مدیا ایجنسی میزنه و اینا، گفتم هستیم بیام یا نه؟ بعد گفت آره بیا مثلا. یعنی با پلن قبلی اومدی از من باهاش هماهنگ کردم که اصلا رو حساب این که کامبیز اینجاست و کار میکنیم بیام. آره بحث چیز دیگه. بعد رسیدم قرنطینه شد. خب رسیدم کار تعطیل شد، یعنی یه شکلی شد که اصلا کار چیه. بعد دیگه شیشه مشروب گرفتین و آفرین من و کامبیز و عموش و پسرموش کلا چند نفر بودیم توی خونه قرنطینه شدیم یه تایم خیلی زیاد. ایول. بعد خوش گذشت؟ ببین خوش که خیلی گذشت، قشنگ میتونم برات مثلا واقعا 2 ساعت میتونم خاطره بگم، ولی جدا از اون میخوام بگم یه فضایی بود. فکر کنم مثلا من ببین عین این فیلم کمدیا بود، مثلا من با یه چمدون اومدم با آرزوهای مثلا عجیب غریب و اینا اومدم رسیدم تو خونه. بعد خونه رو گرفتم، همونو یه روز رفتیم خونه کامبیز، اعلام کردن که هیچکی از خونش بیرون نیاد، پروازا رو هم بستیم. بعد مثلا با مامانم حرف می‌زدم، با بابام حرف می‌زدم، اینا مثلا معلوم نبود اینا کی میان. بعد مثلا بعد به کامبیز گفتم کار نکنیم، من پول می‌خوام. اجاره خونه. بعد یه روز همینجوری نشسته بودیم، داستان ردلاین. 2 تا از دوستای کامبیز فکر کنم، یعنی من اصلا یادم نیست کیا بودن، یعنی اسمشو نمیتونی بگی اینجا؟ اصلا یادم نیست کیا بودن. خب واقعا شاید اگه زنگ بزنم کامبیز اون یادش باشه. یعنی آدم پیج پابلیک و اینا نداشتن، داشتن با هم دیگه تو لایف، اصلا بازیشون هم اون شکلی نبود، داشتن یه سری سوال از هم دیگه میپرسیدن، بامزه بود. بعد ما هم این کارو همیشه میکردیم دیگه، تو یادته که. بعد یهو حتی ما سر اون بهشون مسیج دادیم، یعنی کامبیز بهشون مسیج داد، گفت آقا این ایده خیلی باحاله که دارین چیز میکنین، ما شاید خواستیم فردا شب یه لایو با یکی از دوستامون بریم. آره. بعد دختر گفت ای ول باحاله برین و اینا، شد ردلاین. پس دختر بود؟ من اینجاش فهمیدم که دختر بود. شما تو لایو دختره چیکار میکردین؟ ما تو لایو دختره نرفتیم. شوخی میکنم. آها بالا نیومدیم، رفتیم ببینیم داره چی میگه. آره گرفتم چی میگه. آره بعد دیگه با تارا شد ردلاین. آره دیگه شد ردلاین. چقدر یهو عجیب، مثلا شما میخوای کات بزنین اینجا؟ نه کات نزنید، کات نداریم، بدون کات میریم. برینی دیگه رفتی که تو رفتی برای کار، قرنطینه شد، ردلاینی شد یو زرت افتادم واسه سوشال میدیا. آره ردلاین فکر کنم قوی ترین کریر کامبیز و پاشا همون ردلاین بوده. یعنی آره دیگه اون موقع هم ترکون، تو برنامه قبلی هم صحبت کردیم. بعد یه جالب بگم، مثلا تو موقعی که
برنامت بر اینه که یه کاری بکنی که وایرال شی مثلا چیز شه و اینا، اون اتفاق با فکر اصلا حالا کاری به اون نداری تو یعنی داری با اون فکره میری جلو، یهو مثلا 100,000 نفر فالوت میکنن میگی ایول شد. من اصلا یعنی قصدم اون نبود، بعد یهو کلی مخاطب اومده بود و من نمیدونستم باید چیکار کنم، میدونی یعنی فقط خب پس فردا هم یه مهمون دیگه میاریم. ولی افتادی توی داستان. آره بعد دیگه اینجوری سوشال مدیا. ولی تو دمت گرم بعد ردلاین هم همون قضیه رو گرفتی و ادامه دادی، ولش نکردی. آره دیگه مثلا اول رفتم دوباره اینکه دوباره آدم بیاد صحبت کنیم، حالا نه مثل ردلاین پادکستور صحبت کنیم و اینا. بعد گفتم خب دوست دارم خودم یه کاری جدا بکنم، اینکه فقط مثلا من زنگ بزنم. ببین الان دیگه مثلا تو استانبول کانکشن هست، خارج از استانبول هم هست، الان زنگ بزنی به فلانی خب میاد میگه اوکی بریم بگیریم. اون حال نمیده دیگه، یعنی اون که همیشه دیگه در دست دوست دارم یه کاری بکنم که تنهایی بتونم انجامش بدم، سولو باشه کاملا. آره یعنی تو از ردلاین به بعد یوتیوب شروع کردی؟ اینو میخوام ازت بپرسم. آره بعد از ردلاین که مثلا یوتیوب نداشتم، از بعد ردلاین که تموم شد من استارت زدی برای یوتیوب. آره یه تایم مثلا اینستاگرام بودم کامل، بعد یه تایم میشم یوتیوب یهو شروع شد با پادکست. یوتیوب بیشتر دوست داری از اینستاگرام؟ اصلا اینستاگرام من اوکی هم همین الان مثلا تلگرام اصلا بیشتر دوست داری. ولی آفرین تلگرام اول بعد یوتیوب. آره خیلی عجیبه، یکی از آدمای عجیبیه که تلگرامو بیشتر دوست داره. آخه اون کامیونیتی که تو تلگرامه خب اصلا نمیتونی ببین. من به خاطر اون کامیونیتی تلگرام یوتیوب زدم، به خاطر این از اون میاد. یعنی اونا انقدر چیز کردن، مثلا موتیویت کردن منو، انقدر گفتن آقا برو با یوتیوب با حال بیا ما ساپورت میکنیم و همونا باعث شدن من مانیتایز شم، همونا باعث شدن دمشون گرم چیز شه. آره. یه سری کارهای جانبی هم میکنی مثلا تو تلگرامت برای خوانندگی و ببین من خودم چون استعدادشو چی میگن علمشو ندارم ولی عشقشو دارم. آره دوست دارم این که مثلا یهو میبینم تو دیگه حالا خودت کارته، تو هم که خب خیلی ها رو میشناسی، مثلا من دیدم سروینم بود و اینا. ببین انقدر آدمای خفنی هستن که مثلا طرف کلا یکیشون دیروز کلا اومده توی تاپ 9. خب حالا الان نمیدونم این کی میاد، شاید اصلا اول شه شاید نمیدونم نشه، ولی اون فکر کن پیجش کلا 200 نفر فالوور داره. تازه دیروز به من گفت من میخوام اگه اوکی پیجمو پابلیک کنم و اینا. گفتم آره بابا بکن، مثلا ساپورت کنیم. یعنی اصلا کارش این نبود، اصلا داره مثلا یه کار دیگه میکنه ولی یارو خفنه. الان تو 5 تا گفتی. خب الان تو 9 تا، سالا دیگه این بیاد نمیدونم دیگه میره بالاتر یا نه، ولی جز ستای سه حالا توضیح زیاده ولی کلا یه 3 تا گروه بندی داره و بعد خیلی هم خودمونیه. اصلا تلگرام مثل خانواده ان. اصلا حالت دوایس و این که الان جاج میاد تو رو قضاوت مثلا اون شکلی نیست. یه عده آدم یکی گیتارش رو آورده، یکی نمیدونم پیانوش رو، یکی چون با هم دیگه دارن میزنن، دارن حال میکنن. آره خیلی باحال. آره آدم بتونه استفاده کنه از این که حالا من یه نمیدونم یه پیجی دارم، یه چی میگن جایگاهی دارم که بتونم 3-4 نفری که یارو 200 تا فالوور خودم گویی نیستم ولی شاید تونستم یه جای کمکی بکنم. ولی پاشا هم دست خوانندگی داره، حالا هم رو کرده یا نه. آره من اون برنامه پلنتشون زدم، خوند خیلی هم خوب خوندم. حداقل 5-6 مثلا اونجایی که نمیخوندم بی‌نظیر بود. ابی خون برامون واقعا چیز میخواد. ابی نخوند، دیگر میخواد بیشتر ابی نخوندم. پاشا و کامبیز قبل برنامه ردلاین میشستن مثلا 1-2 شب قشنگ مینوشین سوالو برای یارو پیاده میکردین. درسته میریزه. ببین اون دوره مثلا می اومدیم بعد خیلی دوره خفنی بود. من واقعا میتونم بهت بگم قشنگ زندگیم به قبل و بعدش تقسیم شد، نه فقط در لحاظ مثلا سوشال مدیا یا آدینس و اینا که داره میاد. اصلا اون تایم برای هممون همین بود دیگه. من فکر کنم تایم قرنطینه رو هیچ کدوممون هیچ وقت یادمون نمیره. یه چیز تجربه بری بیرون دستکشه مثلا فلان حالت مثلا بریکینگ بد. ولی اون دوره دقیقاً یادمه ما هر موقع می‌خواستیم برنامه ضبط بکنیم می اومدیم میشستیم توی اتاق، یه اتاق مثلا فکر کنم بعد همه این دوشکا و اینا که مثلا شب می‌خوام میگم 5 نفر 10 نفر آدم اصلا اونجا می‌خوابیدن، رفتیم اونجا میشستی یه حالت عجیب غریب اصلا. بعد یکی یه کاغذ می‌آورد، یکی لپتاپ می‌آورد فلان، من گفتم اینو بپرسی، نه اینو معلومه جواب نمیده، این سوخته، اینو نپرس. یه اتاق فکر عجیب بود. بعد یارو مثلا میومد فکر می‌کرد این دوتا مثلا چم میشه فوش داد. بله اوکی میگم این دوتا دقیقاً اومدن نشستن در این حالا حقوق مثلا. ولی آره ولی میگفت آره اینا اینجوریه، اینا اومدن نشستن دارن چیکار. یارو نمیدونست اتاق فکر چقدر براش وقت گذاشتی که چیز کنی و اینا. تیم قوی بوده داداش. چون ردلاین اینو بگم، چون ردلاین خیلی لبه مرز بود. تو اگه یه ذره اینورتر میافتادی صبح رو مثلا چرت میشد، اگه از اون ورم میافتادی توهین‌آمیز میشد. آره میگم اون خط وسطش دقیقاً ردلاین خیلی سخت بود تو اون. آره راست میگی خیلی سخت بود. ولی یه سری
واقعا خط قرمز رو شکوندین ها. یه سوالایی میشد که فقط ما حقیقتش تو بطری بازی تو ایران دیده بودیم. من 2 تا پلک میزدم میدم مثلا سوگند و شوهرش جلومون نشستم. سوال خیلی عجیب بود. آره ولی فقط لخ شدن نداشت فکر کنم. نه دیگه اون دیگه میشد اون بره. اون دیگه پرپل لاین بود. این برنامه قراره که پاشا رو لخ کن. حالا فکر میکنی که برای این برنامه که ما تو رو دعوت کردیم چند روز اتاق فکر داشتیم برای سوال؟ یه هفته یه 3 ماهی میشه. ببین من آخه نمیدونم دیگه چی میخوایم بپرسیم. من فکر کنم دیگه بدترین چیزایی که میشده رو نه شوخی میکنن، اصلا اونقدر سخت نیستن. سوال میشه با مزن تا خیلی ریلکسه. آره آقا یکم سوال چالشیه، اوکی باش دیگه. آره بعد همه اول قبل این داستان تعارف نکن. قبل سوالا پاشا اینو بیماری جواب قلبی نمیدونم سابقه اینو جواب فشار خون امضا کردی کاغذ بگیر. اینو جواب نمیدم و حالا اینو رد کنیم و نمیدم و نمیخورم و اینا. ببین من همه رو جواب میدم خب، ولی با تو یه دونه مبادله کالا به کالا دارم. اوکی فقط جسمی نباشه. اوکی نه جنسی نیست. اینجوری قبوله. برو بریم. خب 3 تا از دوسته صمیمیت اینجا به نام آتوسا مدگل. اینجا که نیستن. حالا اینجا تصور کنم مثلا اینجا. خب ادیت کن بذار اینجا. خب کامبیز هست کار با اون پارسا. خب کار میلاد سخت میکنم. بین این 3 تا بعد 3 تا چی میگن داستان مختلف دارن. یکیشون رو باید از فضای مجازی کلا حذف کنی. خب به یکیشون حالا میدونم امیر پارسا تازه شروع کرده یوتیوبو، یکی بهشون 1 میلیون سابسکرایب بدی. خب یعنی اون لوح خفنه رو میگیره. یکی دیگه هم باهاش زندگی کنی برای بقیه زندگیت، یعنی تا آخر. اسما رو فهمیدی کیان؟ آره مدگل، امیر پارسا، کامبیز. خب به آتوسا 1 میلیون سابسکرایب نمیدونم 400,000 تا داره بسشه دیگه فعلا. خب اگه بخوام ببین چه دوستی داری. خب نه بذار آخه اون 2 تا آپشن دیگه اینه که اگه فضای مجازی ریمووش کنم یعنی دیگه یوتیوب هم نیست. نه یوتیوب، نه اینستا، نه توییتر، نه هیچ. خب اون آخه همین جوریش هم اصلا خیلی تو فضای مجازی نیست. بعضی موقع مودیه. آتوسا رو حذف میکنم نباشه تو فضای اصلا کلا تو داستان. موس حذف شد. آره با یکی باید زندگی کنم. آره. Why are you gay؟ با کامبیز اصلا هر کدومو بگم چه میدونم. ببین زندگی شخصی خودم هم دارم یا هست. ولی با کامبیز نمیتونی زندگی کنی داش از من. نه من کامبیزو کلا باش میگم روانی میشی. کامبیزو باش یعنی 1 میلیون سابسکرایبر بدم. آره آخه ببین اون وسواسی که اون داره و اینا روانی میشی تو اون خونه با زندگی کنی. کامبیز 1 میلیون سابسکرایبر با امیر پارسا زندگی میکنم. من ویدیو میذارم تو چنلم. میشه سولاخی زدی دنبال چیزیه، ولی اونم قابل قبوله. خب سوال اوکی بود. آره این چیله سوالا در همین. اوکی فانه. آخه من می‌خواستم یه بعد بپرسم. راحت باشه. بگو. اگه اونا رو هم گوشیم برای صفحه بعد، اگه تو شروع کنی ما هم شروع. از اوناست که تو خودت خواستی. جوزه بنی هاشمی داره. 3 تا یوتیوبر بگو خب که به مدت 5 سال بتونی باهاشون همکاری کنی. خب و با هم دیگه ویدیو بدی. حال می‌کنی با اون ایرانی؟ آره یعنی مثلا یه گروه میزنی، یه چنل جدا میزنی. خب 5 سال تو چنل‌های خودتون فعالیت نمی‌کنین، با هم دیگه 4 تایی. آتوسا 100% یکیشه. دیگه فضای مجازی حذفش کردی ستون بعد خب دیگه این یه داستان دیگه است. تو اینجا نقشش یه چیز دیگه. آتوسا یکیشه. 2 تای دیگه هم باید بگم. ترکیب کامبیز آتوسا خیلی خنده داره. ولی یوتیوبر فکر کنم منظور دیگه که خیلی وقت داره این کارو انجام میده. کومانو میشه به عنوان 2 نفر در نظر گرفت. میشه. ایمانو، کوروش و آتوسا. آره میشه 3 نفر اینجوری. آره. خوب میشه، ترکیب تمیزی. قشنگ بود. خوب گفتم. آره. یعنی همم راضی ان. آره همم راضی ام فکر کنم. چه برنامه بمبی بشه حاجی. آره نسازیم بدون. من ولی اسپانسر میشم. جالب میشه برنامه، هر کدومشون توی ژانرن. آره کاملا ژانرشو فرق. آره اون مثلا فانه، بعد مثلا ایمان یه ذره منطقی تره، آتوسا اصلا یهو میره تو که کلا ولاگا رو میگیری از پشتن شروع کنه همه رو گرفته میگیری. من میرم پشت دوربین. آره ولی ترکیب تمیزیه. غذا هم که با کومان، غذا هم که با اونا. آره ساندویچ روغن ماهی میدن. خب آره ببین چی میشی بعد 5 سال. باشه یه سال باحال. تا حالا شده با کسی همکاری داشته باشی که پشیمون شی؟ هم تو یوتیوب هم تو ردلاین همه رو میتونی بگی. ردلاین رو خیلی گفتم، بازم بگم؟ نه نگو، تکرار نگو. یکی که الان پشیمون. نمیدونم دارم. این برنامه جزش حساب نمیشه. میلاد و امیر.
ندارم. آخه اگه 100% تو چنل خودم داشتم ورش می‌داشتم دیگه، پرایوتش می‌کردم. ندارم واقعا. یعنی مثلا میشه ویدیویی بگیری که مثلا پخشش کنی تو چنلت ولی بعدن بخوای بگی آقا نه این ویدیو اوکی نشد، یعنی پاکش نکنی یا فقط پرایوتش کنی؟ آره دیگه، من خیلی از ویدیوهامو الان پرایوت کردم ولی با کسی نبوده، یعنی خودم حالم از خودم به هم می‌خورده رفتم مثلا ویدیو رو پرایوت کردم یا اصلا دیلیتش کردم، یعنی همکاری با کسی. ولی ردلاین اگه بخوایم میتونم اسم جدید می‌خوای بگم؟ آره اسم جدید بگو. ردلاین چه کاریه؟ کسی کاریم نداره، خودم اذیت کنم. ببین توی سیزن دوم، البته جدید نیست دیگه، تو پلنت فکر کنم گفتم با کامبیس، تقریبا کل سیزن دوم به غیر از اپیزود کامیار و آرتا و کوروش بقیه رو نبودی. بقیه رو آدما رو کاری ندارم ولی خب باحال نبود برنامه‌اش خوب در نیومد. آره به خاطر اون پشیمونی، نه به خاطر اینکه مثلا یارو آدم باحالی نبود. آخه یارو رو من کلا مثلا یه ساعت باهاش لایو بودم، شاید واقعا آدم بدی باشه، باحالی نباشه، آدم خوبی باشه. به آدم کاری نداریم. آره ما الان یه برنامه‌ای رو داریم با هم میگیریم. آره ماحصلش یا باحال میشه یا باحال نمیشه. آره دیگه. یعنی ما تلاشمون رو کردیم، به هر حال هیچ مشکلی هم نیست. برنامه‌ای بوده که حالا یه دونه ردلاین بگو، یه دونه اگه میتونی یوتیوبت بگو. برنامه‌ای بوده که کلی هم انرژی داشتین اوکی، ولی بعد اومده بیرون اصلا اون چیزی نشد، یعنی اصلا بدت اومد از اون برنامه با صدف طاهریان به خاطر اینکه ردلاین. آره من فکر می‌کردم خیلی باحال‌تر بشه، چون خب خود صدف طاهریان هم خب خیلی چی میگن ایمپرشن خیلی زیاد و خیلی اون تایم هم خیلی وایرال بود و اینا، ولی به خاطر یه سری مثلا حالا سلیقه‌های خودش یا یه داستانایی که بود ما نتونستیم اون ردلاین واقعی رو باهاش اجرا بکنیم و صرفا اون ایده باحال شد که توی خونه بودیم جامون عوض شد و ایده باحالی بود واقعا. آره خیلی سوبر شد اون ردلاینه، میتونست آتیشی تر و خفن تر باشه ولی خب نشد با اون تایمی که داری میگی. آره برای همین راحت آتیشی باشه. آره قبول داری؟ عاشق این بودی که صدف طاهریان آتیشی باشه. آت میشد اون ویدیو. آره اون چیزی که می‌خواستی در نیامد. خوب نبود. صدف طاهریان آورد میپرسیم مثلا رنگ مورد علاقت چیه؟ ستونم بعد هیچ بیخیال. خب بریم سوال بعدی. میلاد یه اذیت کن پاشاره یکم. اوه چه دمی هم گرفت از آبش. آره جوری آب خورد دلم قهوه خواست. خب بذار یه ذره یه آهنگ ببینیم اصلا کلا تو استودیو گیر کرد. یه سوال شخصی ازت بپرسم. جنسی که نی؟ نه خب اصلا ما تو این برنامه اصلا این چیزا نه. حالا آخرین باری که برنامه اون سوال جنسی رو دکتر امیر از شما باش رو پوشش هم آره. نظرت راجبه لانگ دیستنس چیه؟ خیلی باید طولانی توضیح بدم. خیلی خلاصه بگو. به هر حال تو تجربه‌اش هم چون داری، میخوام ببینم مثلا کلیت تو ذهنت چجوریه؟ اوکی نیست؟ نه اوکی که خب 100% وقتی الان جرئت میخوام بگه اوکی نیست. نه اوکی که ببین اوکی که نیست. اگه دنبال چیز باشی اوکی نیست به معنای اینکه نباید داشته باشی نیست، یعنی شرایط سخته. اوکی نیست. مثل اینمونه که مثلا تو میدونی یه مشکل، الان مثلا پات تو گچه، خب داری با گچه کنار میای خب ولی خب به هر حال میدونی باید گچه رو وا کنی دیگه. یه همچین حالتیه، ولی مسئله اینه که بتونین تحملش کنین. حالا هر کی راه و روش خاص خودشو داره. یه موقع مثلا میگم ممکنه من برم رو مخ اون، یه موقع اون mumکنه بره رو مخ من. فقط مسئله اینه که چجوری بتونین اینو با هم دیل. این خیلی مهمه، وگرنه لانگ دیستنس که تو الان اینجا باشی، یه نفر مثلا کجا بهت بگم مثلا ماسلاک باشه، اونم لانگ دیستنس. آره چون خیلی دم دستت نیست. خب باشه میتونی ببینیش زود به زود. آره منظورم اینه، یعنی اون فاصله طولانیه. فاصله طولانی درسته؟ آره دیگه فاصله زیاد و اینا، اون دیگه یه ذره اذیتت میکنه ولی باید یادش بگیری دیگه. خب بعد شخصی میتونی جواب ندی اینو. پلنی واسش داری؟ یعنی مثلا تو ذهنت هست که آقا خب من اوکی این گچه رو تحمل میکنم ولی میدونم مثلا 6 ماه دیگه این گچه رو باز میکنم دیگه. پلنی واسش داری؟ برای آینده ای داره واسه که مثلا خب اوکی من این فاصله رو الان تمام به خاطر شرایطی که دارم هرچی، ولی مثلا 2 سال دیگه میخوام برم فلان جا. یا ببین برنامه ریزیش که خب یعنی این که بگم مثلا برنامه ریختیم برای اینکه بخواد یه اتفاقی بیفته، خب خیلی صحبت ها مثلا تو میکنی تو رابطه، این که خب باحال میشد اگه مثلا یه جا بودیم، باحال بود اگه یه چیز بود و اینا، خب ولی باید براش برنامه‌ریزی کنی، چون جاهامون هم یه جای اصلا عجیب غریبه. یکی مثلا کانادایی که اسم میدونی دو تا پلنت دیگه است. خب
دوست داریم که اون اتفاق بیفته و حالا باید براش تلاش بکنیم چون کارامون اصلا با هم متفاوته و اینا. ولی آره اون جواب سوال تو آره است، باید به اون درجه برسه که با هم برسیم به یه نقطه و یعنی وسط تو اروپا یه قراره یاد بذارید فکر کنم. آره. نه اروپا رو نیست. اروپا خیلی. ولی منظورش اینه که اگه لانگ دیستنس داشته باشی ایتس اوکی، میتونی تحملش کنی حالا به هر روشی. دیگه ولی باید دیگه فکر کنی که یعنی داشته باشی دیگه. آره دیگه. برنامه براش داشته باشی حتما. دقیقاً. ما هم از اینجا چی میگن انرژی میفرستیم که ایشالله خیلی زود ایشالله که پاشا ازدواج کنه. دیدی یارو نمیدونه چی بگه. الان مثلا 2 نفر با کله قند میان تو ماین کرده یا شتر و فیل و آره. ولی یه سال باحال. سوالات عزیزم تو همش باحاله. قبل از همه سوالا میگم خب یه سوال باحال، نه همه یه سوال دیگه. نه همش خوبه. تا حالا شده مثلا تو یوتیوب یا تو اینستا بچرخی یه ویدیویی ببینی یا یه ایده ای از یارو بگی کاش این مال من بود، کاش من این ایده رو میرفتم جلو؟ آره 100% خیلی شده ولی دارم فکر میکنم که تو فارسی پرسیدی؟ یوتیوب فارسی؟ آره خب یوتیوب خارجی یه نمو فرق میکنه اصلا سیستمش با ما. آره ایران جبده بهتره بنظرم. آره حالا چون بحث کوروش و ایمانم شد، ببین یه سری ایده ها هست مثل کومان. خب ایده هاییه که انقدر شاید مثلا مینیمال و ساده است که وقتی اولین نفر انجامش میده همه اینجوری میشن که چقدر راحت میشد این کار رو انجام داد، چرا به ذهن من نرسید. میدونی چی میگم؟ ولی اونا انقدر خوب انجامش میدن دقیقا. که تو دیگه چیزه. اونو خب خیلی موقع دوست داشتن. البته من بعضی موقع ها میشد رندوم با یکی بیاد یه چالنجی بری، ولی اونا اپیزودیک ادامهش دادن. از کار اونا بوده. ولی به غیر از اون یه ایده بود این خیلی بامزه است. یه برنده بود به من مسیج داد، گفت برای بیمه ماشین بود اگه اشتباه نکنم و اینا. بعد گفت کانسپت برند ما این شکلیه که دوست داریم، حالا شعارشون اینه که ماشین هر کسی دوستشه. خب بعد گفت اینو ما می‌خوایم توی این مثلا همکاریمون تو نشون بدی. حالا یکی مثلا قربون صدقه ماشینش میرفت، یکی میرفت مثلا با ماشینش ازدواج می‌کرد مثلا فلان. اون شعار تبلیغاتیه رو من گفتم بیا من برات یه کاری می‌کنم، من می‌خوام 24 ساعت تو ماشین زندگی کنم. خب بعد من به جان خودم اصلا ندیده بودم که این کارو کردن. آریا خیلیا که آریا فکر کنم کرده، فرهاد کرده، خیلیا این کارو کردن. خب منتها اون موقع من اصلا ندیده بودم و چقدر شانس آوردم، اونم از ایده خوشش اومد. بعد من فرداش رفتم تو یوتیوب یهو دیدم فرهاد ایکس ری یه دونه چیز گذاشته، ویدیو جدید گذاشته، 24 ساعت تو ماشین خوابیدم، 24 ساعت تو ماشین بودم خوابیدم مثلا فلان و اینا. بعد من یهو اونم همون روز گذاشته بود. میگیرم چی میگی. بعد من شام به یارو سری مسیج دادم، گفتم داش من اینو دیدم. بعد رفتم سرچ کردم همه ساختن اینو. همه تو الان من اینو میساختم، یارو میومد بالا سرم میگفت اینو رفتی دیدی به ما گفتی. بعد دیگه آره این یه چیزی بود که ولی من ندیده بودم به ذهنم رسید. اصلا میشه ندیده باشی به ذهن. مثلا من برنامه آخری که اکامبیز اومده، حالا شاید بعد از اینکه این برنامه پخش بشه خیلی برنامه میشه برنامه 15 تا برنامه قبلی که ولی اون برنامه که با خشی داده تاتو آرتیست ما قرار بود مهمون داشته باشیم، میشناسی جفو، قرار بود یکی از دوستامونو بیاریم و یوتیوب باز کردیم کامبیز ویدیو گذاشته که یکی از تاتو آرتیستای خوب کشور. و من پشمام ریخت که من قرار بود این ایده رو برم جلو. حالا من یه چیزی بهت بگم، ایرادی نداره اگه تو همون رو درست بکنی. خب ایرادی نداره اگه الان مثلا من برم 24 ساعت تو ماشین، هر کی داره اون تاچ خودش رو به اون داستان اضافه میکنه. من 24 ساعت تو ماشینم با 24 ساعت تو ماشین اون 100% فرق داره، هم لحاظ ساختی هم لحاظ کاری که داریم میکنیم. ولی باگش اینه که اون تایتل و مخاطب داره تو کمتر از مثلا 48 ساعت، تو کمتر از یه هفته تو 2 تا چنل میبینه. بعد قاعدتا میگه تو از اون اسکی کردی دیگه. باگش اینه. پاشا الان حالا چند تا اسم چون آوردیم توی یوتیوب، 2 تا اسم بگو. خب بدترین یوتیوبر فارسی، خب و بهترین یوتیوبر فارسی. بهترین یوتیوبر فارسی میتونه حتی مثلا 100 تا دونه سابسکرایب داشته باشه. بدترین یوتیوبر فارسی پویان اناره. وای به نظر من خیلی باش موافقم. من نباید این جواب میدادم ولی خیلی باید موافقم. خب من به نظرم دیگه حالا شاید نمیدونم. بهترین یوتیوبر فارسی هم بخوام بهت بگم، وای خیلی سخته. بهترین از بدترین خیلی برام سخت تره، خیلی سخت تره. ببین بعد من یه چیزی بهت بگم، من یه آدمی رو گفتم که خیلی سابسکرایبر داره، خیلی زیاده، وگرنه 100% ممکنه یه نفر 10,000 تا سابسکرایبر داشته باشه اون بدترین باشه. من گفتم یک داریم راجع به کسی صحبت می‌کنیم که بهترین یوتیوبر فارسی الان که داریم صحبت می‌کنیم سر ویدیوهای مترسک خیلی می‌خندم. مترسک من نمی‌شناسم. یه کسیه که مثل سوریلنده، میاد خیلی مینیمال
همون کاراکترها رو درست میکنه، بیشتر هم مثلا مال رپرها و ایناست، مثلا اوکی. د وایس رو درست دیدم کرده اونو. بود. من تو اینستا دیدم که تیکتاکشو چیز بوده. آفرین تو اینستا خیلی آره، زیاد آره. شده. د وایس هم بود که میان صندلی برمیگرده و آره. اینا. جدیدن اون چون بعد کارش هم واقعا سخته دیگه، باید همه رو طراحی کنه. خیلی عالی. ولی اینکه سری جواب داد که بدترین کیه برای من خیلی فکر جذاب. کرده راجبش. فکر کرد راجبش. من دیدم سوالاتون. ولی نترس بوده به نظرم یکم، چون اون کسی که گفته به نظرم سابسکرایبر خیلی زیادی داره و سلسله طرفدارم داره دیگه. آره. ولی خب از نظر پاشا این که به نظر بدترین یوتیوبر بوده. بدترینه دیگه، حالا نمیدونم، شاید آره. منم بدترین از نظر اونم. شاید. اون آسدله رو کن براش. آره این گل سرسبد سال دیدی سوالا رو؟ نه به خدا. واسه سوالا رو بخونم خیلی بسته. پاشا میدونین که جدیدن تتو زده، حالا میخواد تتو هم نشون بده به دوربین، همه دیدن دیگه، بست قضیه است. همون خشی برای زده. الان باید تتو بزنم ها. نه آره یه ایده با مزه دارم برات، بین این سه تا تتو با یکی رو انتخاب کنی. خب بعد چیکار کنم، بزنم؟ آره الان میان تو بچه‌ها. میگم بیان تو بچه. صورت دانیال ددان خب روی دستت، یعنی این دستت این ورش که تتوه، این ورش رو برو دومی. دنی عاشقته. یعنی دومی اسم کامبیز اخباری رو سینته، یعنی به صورت خیلی برو اولی. یا اینکه چشمای امیر پارسا رو پشت کمرت بزنی. پشت کمر. آره. اینجا باید بزنم ببین، کامبیز اخباری، اینجا بزنم اینجا بزنم این دانیال. رفیقمون که چشمای دنیا رو زده بود پشتش. آره. نه ولی بزرگتره یکم. ولی قشنگ پشتت. ببین اگه فقط چشمای امیر پارساه میتونم بعداً گردن نگیرم، میگم چون چشم و ابرو یکی خیلی دخترانه پسرانه نیست دیگه، چشمای یکیه. خب همه میدونن ها. نه دیگه کجا میدونن تخم چشم امیر پارسا رو کی کجا نه دیگه میتونه؟ هم واضحه دیگه. آره چشمای اونو میزنم. آقا میزنی؟ چشمای نازت مونده. ولی خوب میشد اسم کامبیز اخباری بزنی. اگه مثلا فیسشو میگفتی سوال عوض میشد. یعنی چی؟ چشم اوکیه. یعنی چی اگه چشم آخه داشت، خب من الان دارم سوال فقط عوض کن. چشم تو رو هم دارم نگاه میکنم، بزنم دوتا چشم گفت اگه فیس سیاه اندازی داری. سخت‌تر میشد. پورتری امیر پارسا رو فیسش بزنی. سختش. خب اونجوری برمیگردم دانیال ددان، چون به هر حال دارم دوتا فیس میزنم، حالا اینو میزنم رو دستم کوچیک‌تره دیگه. اون آره کمرم داداش منطقیه. عمرم آفتاب ببین بگیرم اول یا گذاشتت کنار. آره. چیز میشه، فکر کن جلوم خوابیده که نسوزه، فیس امیر پارسا رو به آفتاب داره جزغاله میشه. بده ولی فکر کن. آره ولی خب خوبه دیگه. آهنگ ماهنگاش هم بالاخره رفیقت. آره یه به حالا عشقت- اون زیر مثلا یه یه به دونه عشقت زدم دیگه. چیز میخوام برگردم، هم مینویسم که گفتی میخوام برگردم که دستمو برگردم. یه آهنگ نمیخوای بخونی دیگه مثل شومز؟ بیا برگ. آره، بیا برگردیم. نه اون خیلی خنده دار بود. اون مثلا یه هیبت دانیالم شوخی میکردم، هی بهش میگفتم که ببین الان ما تو تهران دیگه داریم میگردیم، هیچکی میخوام برگردم گوش نمیده، ما تو همه ماشین داریم بیا برگردیم گوش میده. بعد داره اذیت میشد. ولی اون خیلی سبک باحالی بود، من دوست داشتم اون مسیر رو مثلا هی ادامه بدیم، کارهای مختلف بکنیم، چون یه ژانریه که توی فارسی کمتره. بهش میگن پردی دیگه. مثلا لیدی گاگا رو میاد عین خودش میخونه ولی مزخرف میخونه. درسته. خب بعد ولی خب تو ایران کمتر کسیه که این کارو میکنه. یا یه تایمی علی رضا این کارو میکرد. آره. هنوزم کنم اون هست پاپ کمتره. پاپ آره، بیشتر آره، میره. پاپ. مثلا چون علیرضا طلیسچی و اینا مثلا موزیکاش هیت میشه، اونا رو مثلا میره واقعا میخونه. با مزه است. واقعا خیلی خفنه، بامزه. خیلی خفن. بعد اون پروداکشن داره، موزیک ویدیو آره. درست کنه. ولی برای رپ کمتر کسی این کارو انجام میده. اونو دوست دارم. تو خارجی خیلی داریم، هم جیمی فلن فکر کنم این کارو میکنن تو برنامه، آفرین. آره هم لیت نایت شو اگه اشتباه نکنم توش این کارو میکنن، یعنی موزیکای همون خواننده رو برمی‌دارن، لیریکس رو یکم جابجاش میکنن، حالت فان میگیره. ادامهش میدادی چون بهراد نیست این کار نمیکنی؟ آره اون باید با بهراد باشه. آره. گوست رایتر. ولی ایده قوی بوده. آره بهراد. پاشا سرگرمی‌های خفن تو زندگی چیه؟ پوکر. پوکر کدوم پوکر؟ بازی یا سگه؟ پوکر جفتش. پوکر. بعد چون مثلا فیلم و سریال و اینا. کتاب میخونم اکثر. یوتیوب خیلی زیاد. یوتیوب مثلا من همش قفل میکنم. یوتیوب پادکست دیگه. چی میبینی یوتیوب؟ ببین یوتیوب مثلا چند وقت بود مثلا خیلی پادکست های جو روگن و اینا رو میدیدم. یه تایم بود مثلا بعد قفل کردم میرفتم باشگاه، تو باشگاه داشتم پادکست یارو رو گوش میدادم. یکم چیز نیست؟ چی؟ مثلا تو باشگاه یارو داره سر داد میزنه که آفرین. خب همینش خفنه دیگه. ببین من تو باشگاه جدیدن دیگه نمیتونم موزیک گوش کنم، تو باشگاه دارم پادکست گوش میدم و دارم دنبل مثلا منم اینجوری هم خیلی وقته. آره برای همین الان پادکست خب خیلی بیشتره. مثلا ایرانی هم اگه بخوام بگم پادکست ایرانی که گوش میدم چنل بی با حال که از قویاست دیگه.
آره چنل ویو زیاد گوش دادم یه دونه. آره چنل ویو خیلی قویه حالا یه چیز عجیبی الان یه دفعه به ذهنم رسید. می‌خواستم بگم یوتیوب خیلی باحاله واسه تو برای کاراکتر تو که حالا میشناس، این کاراکتری که من از تو میشناسم. آره که به خاطر اینکه خیلی مثلا اینجا میبینم که مثلا رفیق باز نیستی، پارتی کن و نمیدونم تو این قارم. برای آره بعد باحاله، یعنی با همون تنهایی خودت یا همون دایره خیلی کوچیک رفیقات پای یوتیوبی و برنامه میسازی و با همون اشغال میکنی. بعد یه دفعه تو ذهنم اومد که برعکسش تو ایران اصلا تو اینجوری نیستی، یعنی مثلا ایران میری اصلا یه چیزای عجیب غریبی 17 نفر میشید شمال و نمیدونم اشغال امیر پارسا. نه آفرین. حالا همین نکتهش همینه. من توی ایران کسایی که میشناسم مدت رفاقتم باهاشون خیلی زیاده. بعد اینا همشون ایرانن. خب حالا مثلا امیر پارسا سیستمش فرق داره. امیر پارسا دوست جدیدتره، یعنی مثلا اون تایمی که من تو رو میشناسم بیشتر از امیر پارساه. خب چه عجیب. من بگم اون از دوستای قدیمی. نه امیر پارسا رو من کلا شاید الان 3 ساله 2 سال خورده میشناسم. ولی یکی این که دوست مشترک تو ایران خیلی مهمه. ما مثلا تو استانبول با هم دیگه خیلی دوست مشترک کم داریم، یعنی فکر می‌کنیم زیاده ولی تهش بخوای بزنی کلا شاید اندازه مثلا چند تا صندلی که اینجا بشه. ولی تو ایران تو یهو می‌بینی با طرف 30 تا دوست مشترک داری. بعد هر جا آره بعد ایران هی برنامه تو برنامه میشه برای من، چون منم بیشتر تایم زندگیمو ایران بودم و دبی، ولی اونایی که دبی هم میشناختم همشون اومدن دوباره ایران. برای همین من ایران خیلی سرم علاوه برنامه شلوغ‌تره تا استانبول. تو استانبول هم یه ذره سخت کانکت میشم با آدما. چند وقت پیش من از سر کار برگشتم خونه امیرینا بودم، بعد امیر یه ویدیو گذاشت که پاشا اینا رفتن تو دیر اومدی و یه ویدیو از تو گذاشت، من پرام ریخت اصلا. باورم نمیشد تویی. کدوم؟ تو شمالین فکر کنم داری میرقصین. داشتن چیکار میکردن؟ کدوم؟ ولاگ بود نه 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 میدونی کدوم میگم؟ آره من فهمیدم کدوم. هارلم شیکر رو میگه. آره اونو میذارم الان. مگه میشه اصلا مثلا این شخصیتی که من از پاشا میشناسم البته که نزار، چون شاید کسایی که توشن حال نکنن. همه رو شطرنجی کن، من اون وسط هم چیز نکن دیگه. ولی آره مگه میشه اصلا همچین چیزی؟ آقا مگه ویدیو تو یوتیوب نیست؟ چرا؟ ولی خب کلا 100 نفر دیدنش دیگه. الان تو بذاری میشه مثلا بیشتر، مثلا میشه 103 نفر. آفرین. خب ولی آره این 0 تا 100 پاشا رو میشه اینجا دید قشنگ که میگی اینجا اونجوریه. آره خیلی عجیب دیدم. مثلا نه اصلا سوال اشتباه است. بعد گفتم بذار ازش بپرسم که چجوری اونور. مثلا من واقعا اگه بهم بگی مثلا یه شهر رو باید انتخاب بکنی تا آخر عمرت توش باشی، شهر باید بگم، نمیتونم بگم شمال، ولی مثلا میگم مازندران. خیلی عجیب نیست؟ جدی مثلا نمیگم تهران، نمیگم نیویورک. واقعا اون حسی که من نسبت به اونجا دارم به یه شمالی بگی نداره. اون ارق ملی داره. اصلا برام عجیبه. اصلا اون مثلا دیوونه میشم. مثلا من 2 سال بود نرفته بودم ایران. بعد بار اولی که رفتم شمال اصلا واقعا داشت بغضم میترکید. اصلا یه حس عجیبی بود. خودم برام عجیب بودش. تو اصالتا کجایی؟ من اصالتا تهرانی ام، ولی از سمت مامانم به همدان. اون پشت داره اشاره میکنه میگه جدو بگیری. من اصرار دارم که بگم. چرا؟ به خاطر اینکه تو به هر کی میگی من تهرانی ام فکر میکنه چوس کلاسه. بعد میگن باید اینو ادامه بدی ببینی تو شجره‌نامه چیه. میگم آقا خیلی خوب 7 تا نسلم که بری عقب‌تر میخوره مثلا به همین. من تا اونجا رفتم به اونجا رسیدم. چون قبول داری به هر کی میگه نه ما تهرانی هستیم نداریم. آره میگم مثلا قبل از اون تهران شهری نبوده اصلا. آره بعد دو چه فرقی داره تهران شیراز نمیدونم. شما کجایی؟ ما برزیلیم اصالتا. میخندی آقا همه میدونن آبادان برزیلته. میفهمم. ولی یه خاطر با مزه بگم از پاشا. یه بار میلاد و همسرشون اونو نگو اونو نشسته بودیم صحبت می‌کردیم، گفتیم آقا فردا تولد پاشاه، بیا یه کار باحال بکنیم باهاش هماهنگ کنیم، می‌خوایم بریم اونجا پوکر بازی کنیم ولی کیک بگیریم از قبل ببریم و سورپرایز شو اندازنا. میلاد فکر کرده بود من هماهنگ کردم. من فکر می‌کردم میلاد هماهنگ کرده. اصلا نمیدونست با شما قراره بریم. تنبون نشسته بودم. نه اصلا نشسته بودم تو. بعد من عرفانم دوستم از ایران اومده بود پیشم. حالا بذار یه چیز جالب از اون سایت بهت بگم. من یه ویدیو گذاشتم راجع به کسایی که پارتی کنن و تکنو و فلان و انیمال پارتی. آفرین. اون شب عرفان با چند تا دوستاش هماهنگ کرده بود که بریم مثلا یه کوفتی بود. خب بعد من گفتم که تو گفت تو رو میبرم با خودم، من تا اینجا اومدم تو باید بیای فلان. بعد من دیگه اینجوری بودم
خدایا رو درواسی بود یعنی نمی‌خواست. حالم یه جوری به این بره نمیدونم زلزله بیاد. نرم یه جا امشب نتونم برم. ببین یهو این دوتا مثل سوپر جوری اومدن منو گرفتن بعد اون رفتشون. آره ببین اصلا مگه میشه اینا می‌خواستن برن یه جایی. بعد از اون شبم اتفاقا یه 2-3 تا عکس که دیگه از اون شب خودمون بودیم دیگه. آره اون یه فیلم و یه عکس از اون شب براتون میذارم که ببینید من که چقدر ذوق کرده که ما باشه اینجوری اونجا بود که شما اینجا چیکار میکنین اصلا. ما این بودیم که میلاد مگه تو نگفتی؟ بعد میلاد گفت امیر مگه تو نگفتی؟ بذار پام کنم بیاین تو. اصلا باورم نمیشد که تمامی نشده. پرام آره. ریخت و گفتم خب الان ما 10 دقیقه دیر میومدیم اینا رفته اصلا بودن گفت که میلاد بی گلدی من به همه میلادای دنیا فکر کردم جز تو. یعنی چیپا دستمون رفتیم خونه یا اصلا نمیدونست. تولد مبارک. بابا شانس آوردیم بودم جدی. آره شاید مثلا واقعا. یه ساعت بعد می اومدیم و مثلا کیک گرفته بودیم و اینا همین. میکوبیدیم. کیک با مزه بود. کیکش هم باحال بود. دوست داشتیم برای برگشتیم با اصلا از کجا پاشه میافتم؟ عزیز از اون بالا. خب دفتر بود. آره پاشه یه سوال باحال شروع کرد بازی سوالی بود که دوست داشتی جواب بدیم ازت نپرسیدیم. مثل برنامه احساس اینترویو می‌کنم رشید پور آره. جلوم نشسته. تو هم مثل گلزار بلند شو مثلا فیلم بازی کن. بلند شم. من عذرخواهی میکنم ببخشید. من یه چیزی دوست دارم از میلاد بپرسم. راحت باش. چیزی بده بسونا رو میخوای بگی آره. بگو. ببین بسون که ستوندی. خب حالا بده. حالا بده. خب اون اسمی که در گوش کامبیز گفتی چی بود تو پلنت؟ ای وای بعد بگی میگم اول برنامه گفتی نمیخورم و نمیگم و نه من نگفتم کامبیز در گوش من گفت. چی گفت؟ خودش آقا ویدیوش ولی تو مستنده. خندیدی گفتی آره. گفت بیا بگم خب. گفتم آره یه راست توضیح میگی. اول بده که چی بوده نه توضیح برم پلنتو ببینم. با راست میگی بریم اون قسمت رو ببینی لینک این بده بسون. بده بسونه بیام داشته باشیم. چیز اون اسمه که تو داری میگی من یه دونه برنامه تو پلنت بودم دیگه میتونی برنامه رو ببینی. گفت اماد طالب زاده گفتم آره. امادم رفیقم ولی راست گفت. ای وای من که میدونم سوال حالا چیه. مثلا حالا الان هیچکی نمیدونه سوال چیه، جواب چه سوالیه. آره، بریم حالا بخوای- اینجوری بوده شما توی برنامه جواب سوالی بگیریم بعد باید بریم بگیم توی یه برنامه برنامه دیگه سوال سوالا رو بگیم. پیدا یه کنیم. کاری کنیم الان به کامی زنگ بزن بگو یه دونه لگو هم جایزه بده. برای اون نفر قرعه کشیش هم با کامبیز. ببین الان یه جوریه من فکر کنم خونه هر ایرانی ساکن استانبول بری یه دونه لگو به رسم یاد بود از کامبیز داره. یعنی تا به همه لگو نده بی خیال نمیشه. بچه‌ها که از کامبیز لگو دارن کامنت بذارن. حالا مثلا 38,000 تا کامنت میگیری. آره دمت گرم پاشا خیلی ممنون که اومدی برنامه چاکرم. ما. ایبانمو که داریم. آره آره. من حساب می‌کنم. اونو که دلاریشو برام بفرست که تتر بزن. ولی واقعا دست در دمتون کنه گرم. مرسی دمتون گرم. رفاقت بلد داری کردی. تتر بزنم برات. خیلی حال داد. تتری یادته؟ اونو نمیشه گفت. آره، اونو اونو دیگه نمیشه نمیشه گفت. اونو واقعا نمیشه گفت. ولی مرسی که ولی اومدی واقعا. خیلی دم حال شما دادی. گرم. خیلی باحال قربونت کلا. برم. من بگو. ببخشید آخر برنامه میخواستم تو خودت به عنوان کسی که خیلی وقت داری الان یوتیوب کار میکنی یه جمله‌ای به بچه‌هایی که دوست دارن یوتیوب شروع کنن یا تازه شروع کردن بگی به عنوان یه تجربه، چون تو از آدمایی بودی که یعنی تو و کامبیز دقیقاً جفتتون من و امیر رو خیلی پوش کردین که کانال خیلی یوتیوبتون راه موتیویتمون بندازین دمتون گرم. ولی شما اینو خوبه. یادمون نمیره. دمت گرم مرسی که ما رو چاکرم. هول دادی تو این قضیه. چاکرم و دمتون گرم. ولی میگم مهمترین چیزی که میگم یعنی به خودت هم الان قبل اینکه دور نوزین گفتم اینه که شل نباید بگیری. خب مثلا درسته ویو اولش شاید اون چیزی که میخوای نباشه نمیدونم فلان، ولی الان مثلا کامبیز یه چیزیش که منم داره حتی موتیویت میکنه همین پشت هم گذاشتن و هر روز داره کار می‌کنه. براش اصلا مهم نیست ویو میخوره نمیخوره چه، این داره میذاره و این الگوریتم تو دراز مدت جور در میاد. یعنی یهو میبینی یه ویدیوش میترکه، چنلش میترکه، یا بازی یوتیوب این شکلیه. یعنی همه چی یه فرمول خیلی ساده داره، اونم اینه که کم نباید بیاری و اولین چیزی هم که میخوای شروع بکنی هر چی بود باید باش شروع کنی. اگه مثلا میکروفون داری شروع کن، نداری شروع کن، گوشی فقط باید شروع شروع کن. کنی و من 2 پشتش سال بذاری. میگم من 2 سال با آیفون 11 این بغل دستمه با این داشتم ویدیو میگرفتم، تازه با جلوش تا همین 1 سال پیش ویدیوام هم همش هست تو پیجم.
ما بفرمایید ناهار رو با آیفون گرفتیم کلشو، ولی برنامه باحالی بود واقعا. بفرمایید ناهار. برای همین هر جور هستش برو تو کارش، اصلا کنگوشات. یه سوال پرسیدم گفتی بفرمایید ناهار، اگه میتونستی یه بار دیگه یکی از اون شبا رو تجربه کنی کدوم انتخاب می‌کردی؟ عمو وحید. شب که نه، ظهر رو یعنی. عمو وحید فلافل زیاد. اصلا بهت میگم دیوونه بود غذاهاش، واقعا دیوونه بود غذاش. خودش که عشق، من میگم دیوونه بود. کوچی نوکر پدرت بس بود. آره. قبل اینکه خدافظی کنیم من یه جوک بگم. اصیل که این خوشش اومده. قبل گفتم همین دفعه هم بگم. میدونستی اگه یه جوجه تیغی رو پرت کنی تو دیوار چی میشه؟ جوجه تیغی رو میمیره، پرت کنی تو دیوار میچسبه به دیوار، تیغش خارش میشه. عشق من این دیگه. آقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجا همراه بودین. دمتون گرم، مرسی. سابسکرایب یادتون نره، ما به حمایت شما نیاز داریم. برامون کامنت بذارین، لایک یادتون نره. خیلی ممنون، مخلصیم. چاکرم فعلا. ببین اون زود اومد. آره. من اینجوری موندم. خوبه همینو برو. 1 2 3 پیس.